جعفر صادق گفتند که فقها، دانشمندان، یعنی به اصطلاح امروزه داملاهای امروزه امین پیامبرا هستند. پیامبرا آنها رو امین گذاشتند بالای این امت، یعنی بر دوش دانشمندان و داملاهای امروزه امانت گذاشته رفتند. پیامبرا باید که آنها حقیقت رو بیان کنند و امت و جوانان امت از آنها منتظر سخن حق و یک موقف بسیار مستحکم منتظر هستند. واقعا اگر شما دیدید که یک فقیه رو، یک دانشمند و داملا را دیدید که به کجا روی آوردن، به سلطان روی آورد، به صاحب منصب روی آورد، فتهموهم، یعنی آنها را اتهام کنید به ایمان آن، به علم او. انسان دیگر در شبهه می افتد. پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوصاً دانشمندان را آگاهی داده. چی گفتند؟ شما از در سلطان، از در قصر برحذر باشه، از آن چقدر میتوانید دوری جویه، زیرا اینکه آن منزل برای شما منزل بسیار وزنین است، شما را به خواری و به ذلت میبرند.